вале ӯ набояд дар ин бора фаҳмад, вагарна тарсида гурехтанаш мумкин аст. خدایا من باید نیست شوم. من نباید به چشم آنها نمایم. نباید به چشمشون نمایم. ساکینه؟ اپای ساکینه؟ های تو در اینجا چیکار میکنی؟ با نزد ما بیو، کمی صحبت میکنیم، چای مینوشیم، بیو. البته صحبت میکنیم. انا بعد مرا نیست میکنید همین طور؟ اینجا بیا. نه نمیشوم. بیو رفتیم. اپای ساکینه ایستا. ساکینه یه دختر ایستا. ساکینه ایستا اپای ساکینه. ایستا گفتم. اپای ساکینه ایستا، کمی صحبت میکنیم، نشینیم، بیا اپای ساکینه. بیا دخترم، از این شوربا کمی بنوش. بهار دخترم کمی بخور. آی قربانت شوم، حداقل یک قاشق بخور. تو هم حقی. ولی من هم حقم خواهرم. من هم حقم. محمد امیر هم حق است. همون حقیم. دستانمان را به چنین کار آلوده کردیم که اکنون دست ما را گرفته نجاتمان میدهد. باور کن ما هم گناه‌هایی در گذشته کردمون را تازه کرده راهمون را ادامه دادن می‌خواهیم، اما نمی‌شود. گذشته را به آسانی تازه کردن نمی‌شود. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. برده رسانیدن به همه شهرهای روسیه در مدت 4-5 ساعت. اینچنین داروخانه شفافرما خدمت رسانی هیجامه را در حدود شهر مسکو نیز به راه مانده است که شما می توانید از آن استفاده برید. اگر از نام کانال نورانگیز فیلم مراجعه نمایید، حتما به شما تخفیف کرده می شود. رقم ها برای تماس در روی اکران. در اینجا چی کار میکنی؟ ها؟ گابزان چیزی رو که میدونی گابزان، جناب یوسف رو که کشت که گناه رو به سر محمد امیر بار کردن میخواد. فردا مرافعه محمد امیر میشود، ولی ما هر دو میدونیم که جناب یوسف رو او نکشته است. اگر تو آن چیزی رو که میدونی نقل نکنی، یک آدمی بیگناه تمام عمرش را پس پنجره میگذراند. اپای ساکنه در رو شاید. اپای ساکنه من اسماعیل در رو شاید. اپای ساکنه